سلام خدمت دوستان. این درخت شلیل سفیده. ما اینجا یه درخت هلو داشتیم، همین که مشاهده میکنید خیلیش بریده شده، به خاطر اینکه پارسال ما اومدیم به اینا پیوند زدیم. 3-4 مدل پیوند خورده. این خود هلوه، این هلوه که رو خود تنه اصلی هست. این درخت هلو خورده بود که جالب نبود، کات کردیم، بریدیم پیوندهای مختلف. این شکوفه های سفید آلوه، اینا هلو انجیریه، این قسمت خود هلوه. این طرف هم که شکوفه های سفیده فکر میکنم همون آلو باشه یا آلو جنگلیه. این آقا محمد از شهر دیگه برای ما آورده، اینو بهش پیوند زدیم. خودش جای پیوند رو ببینید بچه ها، این جای پیوند. اینا رو ببینید، این جای پیوندی که پر کرده. پیروز و پاینده باشید.